با فرحت مدوایف هستم، بخش سینولوژیست نیستمون کردیم. قبل از تحصیلات طبیم در یک از موسسات وظیفه داشتم و در پهلوش همچنان صنف‌های آموزشی خانگی برگزار می‌کردم که در جریان تحصیلات طبیم در بیشتر سمینارهای اشتراک داشتیم. در بعضی شفاخانات شخصی و دولتی فعالیت داشتیم و فعلا در شفاخانه زویا وظیفه اجرا می‌کنم. در زمانهای بیکاری تدریس میکنم آنلاین و همچنان بخش رسامی فعالیت دارم. فکر میکنم هر آن کسی که میآید رشته طب را میخوانه وقتی میبینه که توسط رشته میتونه زندگی یک شخص نجات بده و حیات یک شخص نجات بده، خودش میتونه یک علاقه فوق العاده ازش پیدا شود. نتونستم در رشته که دوست داشتم از طفولیت تحصیل کنم، ولی در مقابلش باز خداوند قسم معجزه کرد که اومدم در این بخش و فعلا رشته را اونقدر دوست دارم که نمیخوایم دور باشم. خب از لحاظ اهمیت اگر بگوییم جایگاه بالایی داره. مثلا کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد در جریان زایمان میباشه که میتونه 87% از مرگ و میر مادر و نوزاد در جریان زایمان جلوگیری کنه، خاصا در کشور که مثل افغانستان میباشه که خانمایش از سطح تحصیل کم برخوردار میباشد و همچنان در مناطق دور افتاده زندگی میکنن. پس به خاطر گفتم میتونیم که با یک قابله نیازی مبرم باشه و اهمیتی بسیاری داره که باید یک قابلی باشه که در جریان زایمان به خانم و نوزاد کمک کنه و زندگیشان نجات بده، بتونه آگاهی بده از مراقبت های قبل از ولادت، بعد از ولادت و همچنان از برنامه های فامیلی پلنینگ برشان گفته شود تا بتونه با استفاده از اینا متوجه صحت و سلامت خود باشن. تعداد کارمندا نام خدا خیلی زیاد است. دختر خانمایی هستند که وظیفه دارند و صاحب معاش هستند و همچنان دکتر صاحبایی هستند که به شکل دوره ستاژ یا نمو دوره آموزش خود اینجا میگذرونند. یک همکار خوب، در جایش یک دوست صمیمی بسیار خوب و بسیار سال میشه که اینجا کار میکنیم، ازش راضی هستیم و یک کسی هست که میتونیم همه موضوعات برش بگوییم، یک راه حل بسیار زود برات پیدا میکنه و بسیار خوش هستم که امروز هستم، امروز دوست هستم. پدرم مثل یک قهرمان در زندگیم نقش داشته که همیشه پشتم مثل یک کوه وجود داشته و همیشه حمایت کرده، همیشه تشویق کرده. هر جوان فرق نمیکنه، هر کتاب که باشه مطالعه داشته باشه، چرا که مطالعه کردن یک از بخش‌های اساسی زندگی می باشه که انسان بهتر میسازه و انسان روشن‌تر میسازه. قطعا هر دختری که در این شرایط وظیفه داره، کار میکنه، فعالیت داره، خودش یک قهرمان است. دکتر فرحت هم بر ما دوست است، هم خواهرم است و همچنان در جایش بسیار یک همکار خوب است. هر مشکلی که داشته باشم میتونم امروز گپ بزنم به بسیار راحتی و اونا میتونه که برام یک راهکرد درست نشان بده. جوانی فرصت اصطلاحی، باید از این فرصت به شیوه احسن استفاده شود. اگر آرزویی در دل داریم یا هم اهدافی در دل داریم، باید فقط روی پردازی نکنیم، تلاش داشته باشیم، کوشش کنیم و پشت کار داشته باشیم. قطعا هر اون کسی که قدم بر می‌داره به سوی اهداف خود در راه رسیدن با اونمو مشکلات یا چالش ها روبرو میشه، اما زود غمگین زده نشیم، زود پشیمان یا منصرف نشیم. تقدیرنامه اولی که در اینجا قرار داره تجربه کاریم است که در خود شفاخانه بر ما ایده کردن و یکشون از شفاخانه کابل سیتی است که در اونجا ما یک بخش طبی را میخواندیم که از اونجا دریافت کردیم. خب اگر به ما فرصت داده شود اولینش این می باشه که مثل هر جوانی دیگه دوست دارم تحصیل ما ادامه بدم. فعلا خرسند هستیم که در رشته هستیم و داخل میتونیم خدمت انجام بدیم به فامیل، به مردم و به جامعه ما که خیلی درد کشیدن. از لحاظ فکر میکنم که رشته بهتری است که بتونیم خدمت کنیم. بدون شک امید یک از بخشای زندگی می باشه، چرا که بدون امید زندگی ادامه داده نمیشه و همیشه وقت امید داشته باشیم تلاش میکنیم، چرا که انسانی امیدوار می باشه، طی امید خود تلاش میکنه، پشت کار می داشته باشه و ما هم امید داریم، فقط به یاری خداوند، به وجود خداوند امید داریم که بتونیم آینده خود زیباتر بسازیم.